به نام خداوند بخشنده و مهربان. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان ارجمند، درس امروزه ما درباره شناخت پیامبر گرامی اسلام است صلی الله علیه و سلم و یکی از ویژگی هایی که در حیات پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم قرار داشت، این صاحب اخلاق حمیده بودن ایشان است. دوستان گرامی قدر، دلیلی که در این باره هست، شاهد اولی ما آیت کریمه که در سوره قلم خداوند اخلاق بزرگ پیامبر گرامی را وصف می کند و می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انک لعلی خلق عظیم. در این آیت خطاب به پیامبر گرامی الله مهربان می فرماید و بیگمان تو صاحب اخلاق بزرگ قرآنی هستی. این آیت کریمه دلالت به این می کند که پیامبر خدا صاحب اخلاق بزرگ بودند و شاهدان دیگری که ما داریم که برای ما وصف می کنند اخلاق پیامبر خدا را، این مادرانمان می باشند، حضرت عایشه و حضرت صفیه. حالا از مادرمان حضرت عایشه پرسان می شویم که پیامبر گرامی اسلام در زندگی چگونه اخلاق داشتند. در حدیثی که امام مسلم روایت می کند، مادرمان حضرت عایشه می فرمایند که کان خلقه صلی الله علیه و سلم القرآن. پیامبر گرامی را اخلاقشان اخلاق قرآنی بود. پیامبر گرامی اسلام یکی از اخلاق حمیدشان این بود که هر چی که رضای خدا بود به اون رضا بودند و هر چی که در هر چیزی که غضب خدا قرار داشت در آن غضب میکردند. و دیگر از صفتهای پیامبر، از اخلاق حمیده پیامبر صلی الله علیه و سلم این بود که لم یکن فاحشا ولا متفحشا. پیامبر گرامی نه زشتگو بودند و نه زشت قول بودند و در حیات خودشان هم در طبیعتشان هم زشتگویی و زشت قولی را نداشتند. ولا صخابا فی الاسواق، در بازارها در خیابانها صدای خود را بلند نمی کردند. ولا یجزی بالسیئة سیئة ولكن یعفو و یصفح. و این چنین اگر کسی به پیامبر گرامی بدی میکرد در حال انتقام نمی گرفتند، بلکه بدی شخص را به نیکی جواب میگفتند، بلکه در میگذاشتند، بخشش میکردند. دوستان گرامی قدر، از این نقطه هایی که حالا ما بیان داشتیم چند درس می شود آموخت. اولین که حضرت مادرمان حضرت عایشه می بینیم که از شوهر عزیز خود وصف می کنند و افتخار دارند که پیامبر گرامی صاحب اخلاق حمیده بودند و رضایتشان رضای قرآن بود و غضبشان غضب قرآنی بود. پس دوستان گرامی، اینجا ما برای خود باید درس بیاموزیم که خوشا به حال نفر شخصی که در خاندانش به مانند پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بهترین شخصیت باشد که افتخار هم همسر و افتخار فرزندان باشد، اخلاق حمیده داشته باشد و با بهترین رفتار را با همسر و فرزندان خود در زندگی خود استفاده کند. و دیگر عملی که درسی که از این نقطه ها ما برداشت میکنیم، ببینیم که اینجا گفته شده است که هر چی که رضای خدا بود پیامبرم به اون رضاگی رضا بودند و برای هر یک فرد مسلمان ضرور است که رضاگی خداوند را در قرآن کافت و کاب کنیم. یعنی رضاگی خداوند توبه به سوی اوست، رضاگی خداوند گذاشتن امرهای دین است و غضب خداوند در آن است که هر چیزی را که خدا منع کرده، رباخواری را منع کرده، زیناکاری را منع کرده و در این غضب خدا قرار دارد، باید فرد مسلمان در رضای خداوند رضا باشد، جستجو کند و از کارهایی که خدا منع کرده و در اون غضب خود را بیان کرده خود را باز بدارد. دیگر نقطه‌ای که سر این نقطه می شود کمی توقف کرد، این است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دوستان گرامی زشتگو نبودند و متاسفانه که امروز در جامعه امروزه که خیلی زیاد دیده می شود که حالا در شبکه‌های اجتماعی چی در بازار و خیابان‌ها زیاد دیده می شود که یکی دیگری را دشنام می کند، یکی صدایش را بلند می کند. حتی در شبکه‌های اجتماعی می بینیم که یک نفر با نفر دیگر در جنگ و جدال است و ساعت‌های حیات خود را که ساعت وقت قیمت است در زشتگویی یکی مقابل دیگر
سخنهای زشت گفته روان میکند. دوستان گرامی قدر، همه این عملهایی که اینجا میبینیم این راهی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای ما راه نمودن، این راه نیست، بلکه زشتگویی از عادت پیامبر گرامی و نه یگان پیامبر دیگری هم این زشتگویی را در حیات خود استفاده نکردند و فرد مسلمان نباید که با چنین عمل دست زند. یعنی نباید که ما چی در شبکه‌های اجتماعی باشد، چی در همان کامنت هایی که نوشته می شود زیر یک اخبار است، زیر یک ثبت است، می بینیم که ده ها بلکه صدها نفر با یکدیگر در قول هایی که خیلی زشت است، خیلی بد است، دشنام است استفاده می کنند. نباید که با چنین کار ما دست زنیم، بلکه اخلاق پیامبر خود را ببینیم، از پیامبر خود صلی الله علیه و سلم اخلاق حمیده بیاموزیم که در زندگی زشت خو زشت قول نبودن و کسی را نمیرنجانیدن، بلکه اسلام عزیزم آمده که ما باید اخلاق خود را پره کنیم، یکدیگر را دوست بداریم، بلکه سخن خوب برای یکدیگر بگوییم، نه اینکه سخن زشت و بد. و هم دعا کنیم که خداوند برای ما توفیق بندگی عنایت فرماید که از این عملهای زشت دست کشیم. و دیگر اخلاق حمیده پیامبر را در این نقطه هایی که بالا ذکر کردیم ببینیم که پیامبر خدا حتی در بازارها در جمع مردم صدای خود را بلند نمی کردن، فریاد و داد نمی زدن. این عمل را باید ما از فرستاده خدا، از پیامبر خود بیاموزیم که در راه و خیابان و در جاهای جمعیتی که هستیم با اخلاق حمیده راه رویم، گفتار کنیم، سخن کنیم، نه اینکه صدای خود را بلند کنیم برای نفر سبب ناراحتی شود. و دیگر نشانه‌ای که در این نقطه ها آمده ببینیم که پیامبر گرامی اسلام بخشنده بودند، ولو اگر نفری که براش بدی هم میکرد پیامبر گرامی اسلام او را میبخشیدند. و یکی از بخشیدن های پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که مشرکان مکه که سالهای دراز با اون جنگ کردند، نبرد کردند، و ببینیم که وقتی که فتح مکه شد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پیروز شد و قوه آن را داشت که از آن نفران انتقام بگیرد، اما پیامبر خدا همه را به یک بارگی بخشید. این بود که در مقابل بدی که برای پیامبر کرده شده بود پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گذشت را استفاده بردند بلکه بخشیدند. و این بخشیدن پیامبر هم سبب شد که چند نفر به اسلام مشرف شدند. دیگر دوستان گرامی شاهدی که ما درباره خوش اخلاق بودن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم داریم، مادرمان حضرت صفیه روایت میکند که ما رأیت احدا احسن خلقا من رسول الله صلی الله علیه و سلم. مادرمان حضرت صفیه میگویند که من هیچ کسی را در اخلاق از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دیده بیشتر ندیدم. یعنی اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم بیشتر از همه نفرانی بود که من میدانستم. این هم دوستان گرامی ببینیم که شاهد از خاندان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، از همسر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت می شود و وصف پیامبر را با چنین اخلاق حمیده بیان می دارد. دوستان گرامی این روایت هایی که ما می خوانیم نه تنها برای گذاشتن تاریخ است، بلکه اینها هر یک نقطه حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم ثبت شده تا اینکه امروز ما به آسانی توانیم پیامبر خدا را شناسیم و به همون راهی که پیامبر رفت ما در همون راه قدم بنهیم، در همون راه رویم. و دیگر شاهدی که ما داریم در خوش اخلاق بودن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت از حضرت انس بن مالک است که میگوید که والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا او لشيء تركته هل فعلت كذا وكذا. انس بن مالک رضی الله عنه که در خاندان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به وایه رسید میگوید قسم به خدا 9 سال من خدمت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم کردم، در خدمت پیامبر قرار داشتم و در این سالهای طولانی باری نشده است که من اگر کاری را کرده باشم و پیامبر برای من گفته باشه چرا این کار را کردی، و اگر کاری را ترک کرده باشم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم من را سرزنش کرده باشد. چنین نبود میگوید حضرت انس ابن مالک. دوستان گرامی قدر این هم نشان دهنده اخلاق حمیده پیامبر گرامی اسلام است که برای امت
مورد درس است، تعلیم است که از این حیات پیامبر گرامی بیاموزیم و در زندگی خود استفاده کنیم. دوستان گرامی، درس های زیاده که در این نقطه ها هست، کوشش کنیم که ما به مانند پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خوش اخلاق باشیم که اخلاق یک امر ضروری است برای مسلمان. نباید که زشتگو و زشت قول باشیم. نزدیک به این موضوع ما علامه مشرق زمین چند مصرع های دارد که میفرماید: ادب پیراهن نادان و داناست، خوشا آن که خود را در ادب راست. ندارم آن مسلمان زاده را دوست، که در دانش فزود و از ادب کاست. از الله مهربان دعا کنیم، مسئلت کنیم که خداوند ما را صاحب اخلاق بگرداند و کوشش کنیم که از این نقطه های ذکر شده برای خود درس گیریم و در زندگی همان راهی را که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پیمودند و همان راه رویم. از زشتگویی، از صدای خود را بلند کردن، از بد اخلاق بودن در خاندان و در جامعه خود را باز بداریم. دوستان گرامی قدر، در آخر یک جای دعا کنیم که خداوند مردم فلسطین و خاصتا مردم غزه را که در خیلی ساعتهای سخت قرار دارند، خداوند آنها را پیروزی نصیب کند و از این مشکلات آنها را بیرون کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.